نظامیان امریکا تاکید میکنند که بعد از اظهارات پرزیدنت دونالد ترامپ درباره تمام شدن سازش با ایران، جمهوری اسلامی هدف حمله‌های نو قرار گرفت. ترامپ روز 8 ایول در انکره در حاشیه نشست رهبران کشورهای عضو پیمان ناتو با اشاره به حمله‌های ایران به کویت و بحرین، رهبران جمهوری اسلامی را فریبگر و دروغگو نامید. آنها بیمارند. حالشان درست نیست. ما به آنها گفتیم که رفته مراسم دفن را به جا آورید. به جای این دیروز آنها موشکباران کشتی ها را آغاز نمودند. از این روز شب گذشته ما به آنها اصابت وزنی رساندیم. تخمیناً 20 برابر بیشتر از حمله های آنها. ستاد مرکزی نیروهای مسلح امریکا یا خود سنتکام در شبکه‌های اجتماعی نوشته است که ضربه‌ها به ایران با هدف تأمین نمودن روهای آزاد کشتی‌ها در گلوگاه هرمز راه‌اندازی شده‌اند. رسانه‌های ایرانی گزارش می‌دهند که شب گذشته ترکش‌ها در شهرهای بندری بندرعباس، کنارک و چابهار جای داشتند. همچنین بعضی از منبع‌های مستقل درباره ترکش‌ها در ولایت سیستان و بلوچستان جنوب ایران گزارش دادند. تا زمان نشر این گزارش، یگان خبری درباره اقدام‌های جوابی ایران به این حمله‌ها نشر نشده است. ایالات متحده شب سه‌شنبه به چهارشنبه ایران را با حمله به 3 کشتی تجاری هنگام گذشتن از گلوگاه هرمز متهم نموده پایگاه‌های ساحلی ایران را هدف قرار داد. همزمان با آن امریکا مجوز بین المللی فروش نفت ایران را به اعتبار کرد. حوادث اخیر جدی‌ترین بحران از زمان امضای اعلامیه تفاهم ایالات متحده آمریکا و ایران ارزیابی می شود. بر پایه این سند که ماه ایون امضا شده است، در مدت 60 روز دو جانب باید دشمنی ها را کنار گذاشته، روهای آزاد کشتی ها در هرمز کفالت داده می شد.